سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خوش اومدید. من امروز خدمتتون هستم با آموزش سالاد مجلسی به اسم سالاد مرغ و بروکلی پنیری. بریم سراغ مواد اولیه. کلم بروکلی 1 عدد، سینه مرغ پخته شده 1 عدد، گردو خرد شده 1 پیمانه، ذرت پخته شده نصف پیمانه، تخم مرغ 2 عدد، سس مایونز به مقدار لازم، چیپس خلالی به مقدار لازم و پنیر پیتزا به مقدار لازم. حالا بریم سراغ تهیه این سالاد خوشمزمون. ابتدای کار تخم مرغامون رو میذاریم که بپزه و یه مقدار هم نمک بهش اضافه میکنیم که حین پخت پوستشون شکسته نشه. خب حالا من میرم سراغ خرد کردن بروکلی ها رو لازم نیست که خیلی ریز الان خردش کنید، در حدی که فقط به تیکه های درشتی تقسیمش کنید کافیه و قسمت ساقه بروکلی رو هم ازش جدا میکنیم و قسمت های سبز رو صرفا توی این سالاد استفاده میکنیم. به همین حد کافیه. خب حالا من بروکلی ها رو داخل آب جوش میریزم و یک مقدار کمی هم بهش نمک اضافه میکنم و اجازه میدم که چند دقیقه بجوشه. نیاز نیستش که زیاد در واقع پخته بشه، ما فقط میخوایم چند دقیقه در حد 3 دقیقه اینا بجوشه تا میکروبش از بین بره و بعد من اینو آبکشش میکنم. خب من همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنید بروکلی ها رو به قطعات خیلی ریز تقسیم میکنم. ریز شدنش توی این سالاد خیلی مهمه به خاطر اینکه طعمش رو تحت تاثیر قرار میده اگه خیلی بزرگ باشه. خب حالا من سینه مرغی که گذاشتم و از قبل پخته ریش ریشش میکنم. شما میتونید سینه مرغ رو همراه با پیاز و برگ بو بذارید که بپزه و بعد یا ریش ریشش کنید یا به قطعات کوچیکتر مکعبی تقسیمش کنید. خب حالا میریم سراغ تخم مرغامون. تخم مرغامون رو با رنده ریز همونطور که میبینید رنده میکنم. بهتر که با رنده ریز باشه چون میخوایم که تخم مرغ با این بافت و به این اندازه باشن، چون بعدا روی طعم سالاد تاثیر داره. خب حالا بروکلی های خرد شدمون رو به تخم مرغ های رنده شدمون اضافه میکنیم و بعدش گردوهای خرد شده‌مون رو بهش اضافه میکنم. ببینید گردوها نیاز نیستش که خیلی هم خرد باشن، تا یه حدی که ته دندونم بیان میتونه مناسب باشه و بعد ذرت رو بهش اضافه میکنم. ذرتمون هم پخته بود و بعد سینه مرغ ریش ریش شده‌مون رو به این ترکیب اضافه میکنیم. این ترکیب رو خیلی خوب با هم دیگه هم میزنیم تا سالادمون کاملا یک نواخت بشه و بعد من کمی نمک بهش اضافه میکنم. نیاز نیستش که ادویه دیگه ای بزنیم، اصلا نیاز به فلفل سیاه یا ادویه های دیگه نداره. خب بعد اینکه کاملا یک نواخت شد من سس مایونزش رو بهش اضافه میکنم. ببینید ما سس مایونز رو همه رو یه جا نمیریزیم، هرچند که مقدارش کاملا دل بخواهیه و هر چقدر بیشتر باشه باعث خوشمزه تر شدن و انسجام بیشتر سالادتون میشه، ولی بهتره که یک مقدار بریزید و همش بزنید. اگه نیاز بود باز هم بهش سس مایونز اضافه بکنید و داخل یخچال به مدت 2 الی 3 ساعت نگه دارید تا کاملا این سس به خورد موادتون بره. خب حالا من از داخل یخچال درآوردم، اگه نیاز داشت بازم میتونید بهش سس اضافه بکنید. من داخل ظرفم ریختم و بعد روش چیپس خلالی میریزم. بچه باید ظرف رو انتخاب بکنید که بتونه بره داخل فر. خب حالا بعد اینکه چیپس خلالی رو یه لایه ریختیم یه لایه هم پنیر پیتزا میریزیم طوری که کاملا سطح چیپس ها رو کاور بکنه. حالا میذاریم داخل فر و گریلش رو روشن میکنیم حدود 3-4 دقیقه و بعد 3-4 دقیقه این سالاد بسیار خوشمزه‌مون آماده است. کاملا روش گریل شده و بسیار خوشمزه و خوشاب و رنگ شده. دوستای عزیزم این سالاد مرغ و بروکلی پنیری رو حتما درستش کنید، میتونه انتخاب بسیار مناسبی برای مهمونیاتون باشه. اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه خدا نگهدار.